فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی ما آقای جلیل از مهاباد پرسش را مطرح کردند که آیا زن و شوهر اگر در حضور قرآن با هم بستر بشن گناه داره یا نه؟ این هیچ گونه اشکالی رو نداره که این قرآن به اصطلاح در حضور قرآن معنیش این است حتما در اتاقی باشن، مثلا در اون اتاق یک قرآنی باشه، یا این که فرض بکنیم که یک لوحه یا تابلوی از آیات قرآن مثلا بر دیوار نصب شده باشه و در اون اتاق هم بسری بکنن. این از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی نداره و این به هیچ عنوان اینو به عنوان بی‌حرمتی به قرآن نمیتوان محسوب کرد.